لیلی 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 تور خیلی مایم لیلی چرا ای بی وفا و ما نداری میلی لیلی 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 مر خیلی می لیلی چرا ای نازنین با ما نداری میلی با قربان دم دروازه شم لیلی صدا تور میشنوم بزغاله شم لیلی صدا تور میشنوم از دور و نغزیگ لیلی مثال قمچه خارتازه شم لیلی آخ لیلی 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 من خیلی می لیلی ای بی وفا با ما نداری میلی لا 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 اگر یاری مرا دیدی بجای لیلی اول سلام بگو دیوم دوای لیلی آخ لیلی 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 خیلی مرمی لیلی گیلک جان اشتنه بالا جان جوره خیریات بخیری خیریات جان جوره چجوره عیاد ما برد دیر و طال اسم شما یلا که بقصه اسم ما نشو بگو نه توی گوه ایتا پیش بسته که داخل شلیار کو میخوره برای خوبه کردم خوشیالی سر شلیار بخوره گپینی بیا از اینا سر میزنیم ما خب میفهمم که سر میزنی کمی برتر بسته میکردی چه کار میشه خراب میکنه لقد ملید میکنه گو کو میفهمی نمیفهمه همین یک دم تام نزخور به چیز شلیار هم اگه لقد ملید میکنه گیلک کینه به وقت شما برو باخشه ایشکی هیچ نیه ایشکی نیه یالا دیگه بریم بیا گیلک بیا کورور که باز نگه کمی رفیق نامردیه آره ماما ایران بابا خوب ماما اسم شما چی بود گفتیم اسم شما چی بود از خاصه اسم من نخور اسم من چیکار کنی ماما یک چیز دیگه شما پرسان کنه ماما همین مرتکه کا همین بچه‌ها که میاندن باغچه ما تک تک میکنه ماما چی به تل لیلون منار میدیم به مرتکه پول مستونه چی دادم بابا مردم هیچی ندادم رفیقام من میام از من خبر میگیرم من چیزی ندارم که با کاسه بودم برام خوبه گردم خاطر ایتا چیزی وقت سی کردیم تل لیلون ایتا امونای کمرنگ مثل اوگوریتا بیده نیه تو نفهمیدی برو تو اصلا تو نمیکشه نمیفهم چیزی نیه من چیزی ندارم که با کاسه بودم همین تو میام پیش تو رفیق منی 10 دقیقه میشینه خودت اختلاط میکنه اونا من میام از من پرسان میکنن خبر من میگیرم ماما چرا هر روز میایم به پول میدین سکو گیلک جو به خاطر رفاقت کنی میجی میام تعمی شفتلیستون شما 10 دقیقه میجی میشینم برو خوبه گردم به خاطر همی که من مثلا اگه میام میجی 10 دقیقه ساعت متیر میشه ور میخوام میرم برات کار خوب بفهمیدی ولی کینه با باغچه شما کاسی کنی بیا که بریم که می دوست رفیقا با میایم به دیدن نمیایم خوبه بریم که رفیقا حالی میایم چی فضای داره باغچه شما چی فضای داره بیا ما همونجیم دیگه به جا خو بیا اصلا برار یک دونه نیه یک مسخال نیه یعنی گیلک بیشه خلاص شده همه بچیندم بخوردم من عزیز با تو میگم دایم وقت می ترمز چای تو به میجگاه خودی هم گلاس آماده رخته هر کس توش نباشه خوشم است ما اینو نه من واقعیت از می چای تو میگم گیلک سکو دم در نفری با ما کار داره برو رانمایی کو مگه بیا اینجا بگو بیا دیگه رفیق من خو میای به پیش ما به دیدن نمیای رقیب شما نه اشتادم یه خورتکاکیه بفهمیدی اگه پرسان که بگم اینجا یورو دو بیا سلام علیکم من دلم باشیم بالا خوبه سلامت جانجاده سلامت باشیم شما نمبرال با ماما کار داره رقیف اینایی برای منو سر طباخچی شفتلوه نمینایا خیلی خیلی جانجاده بشی گیلک تو ناشی برو
بگیر گلاس بگیر برو از اون پمپوره و بیار که حلق گلیم و برک خوش شده چای خوب بخوری. نه مام چای داغه وزی هوا گرمی که چای میخوره برو گلاس و بیار خوبه. این رو کش کنی گلاس دیگه بازم تو خودت دی بتاو میشینم پاک میشم. پاک گلاس بشین و بیار خوب کن بگیر ممیشه دی بده خوب پیامه گفتم یک کم تازه داره بده من خورما قطیرم بالی رد از این گپار الا که تازه تر دیگه از کجا پیدا کنم من میخرم من که با ما موف نمیدم بگی به کسی خوب به پیار خوب بگو بابا پیدا نمیشه به سختی بگو پیدا میکنم یارو شیه بفهمیدی خوبه ها بخیر برو بخیر باشه برو خدا چی رقم وقت شده تو سیکو برای جنس میگیدی پیدا نمیشه باز که پیدا میکنی به صد جنجال و معرکه میاری اینجا باز که نازکرش ما از اینو بیتر ترای با ما بده چی رقم وقتی چکار شد تا وای افتادی ویلا یادت بشش تو منه. خیر بینی چی شد یک بجه بی؟ اینا دیگه می رفیقا میایم خبر میگیرم و میرم دیگه اینو پیش من نمیشینم شفتالو نداره اگه برفته درخت رش کنه. نمیرم بابا چی شو؟ برا گفت اگه میتونی بیام اون خبر شما رو بگیرم گفتم خیر بینی آباخچه بیرون شو. بیرون شد برا او من خیلی اوشی میدم نامم چای. واقعیت میتونه که تو میگی بگیریم چای بخوریم حال وقت چای نیه حال وقت اوه کی خوب باشه دم باخچم. وقتی سکو کاسماسی البته اگه مر پرسان کرد کمی ماما این جگای مر میشناسه بگو ها اگه دیگه کس بیاد قوم شما بودی چی نگو دیگه بخی خوبه. آبا چپ کو تک تک نکو. جان شما جان سلامت باشه. راستین زنده باشیم. کینو باغ هیچ کی. خاطر دام باغ وا بود قلف کرده دیگه روز قلف بودیم رو وا بود خب ما با باغچه بدم من خاطر عمل بیرون شده من مثلا بسته نکردم. خب کینو باغ چه باغچه هیچ کی نیه یک مرتکه که میمونه. خب میمون نیه رقیف من هر روز میایه. هر روز میاد ها اما همسایه نباید همین چند روزا پیش بیامد همسایه نشینی. آها این رو با باغ شما اومده خب کمی کار داشتم برای ازو بریم مرتکه ها تا شفتلستون شیشته جلو شو که بر بیا جلو شو گلو جو بیا السلام علیکم یا الفر داره نه ارباب صاحب مونده نباشه سن خیریات خیری جان شما جوره بفرمایید علفات اگه باب میداره این بر بشینه شما لالو این بر بشینه برو من اشتنی گلب جو شکر فضل خدا. تیار هستی گلاب چای هم چای برازم ارباب صاحب. چای نمیخورم اشتن شما سن خیریات ارباب صاحب تیار هستی خیری جان شما جوره ساعت شما خوب تیره به زنجانه بزی باغچه البته تفریه می دیگه گاهی وقتا میایم تا دقیقه پیش می علفا میشینیم ساعت ما تیر میشه بعد یا گلک جو اشتنی دیگه شکر فضل خدا. این لالا دیگه امروزه هم پیش تونه ساعت تو هر تیره روز 20 هم ماما میدن سیری فهمیدم انا با مرتکا کا میان اینجا باشه منا چی میدم به دست اینا میرفشم خبر دارم، خبر. اونا رفیقا من نمیایم از ما خبر میگیرم ها اونا میایم از ما خبر میگیرن گلک نه جو اینا دیدی رفیق خیلی دارم همه روزه میایم از اینا باید خبری بگیرم 100% هر تو رقم بخوره بعد بیام از اینا خبری بگیرم خوب اشته هستین شما شکر ارباب صاحب زنده باشین گوش کش جوان که با تو چی میگم خب از دوران پدر خدا بیامرزم که بزی منطقه ارباب بود اربابی خلاص شد به من واگذار شده خب من خواسته باشم مار از تا لونی و بدر میکنم اون قالی خب خیلی فعالیت‌ها به تعظیم منطقه من انجام دادم این مردم کلا وقتی که من برای گیری ارباب انتخاب کردم بعد از پدر خدا بیامرزم خیلی فعالیت‌های کلانی انجام دادم
گپ بزن تو به این باغچه هر روز میای چی سر داری چی مقام داری؟ ارباب صاحب های ما آدم به می باغچه به خاطر می تفری میایم که 10 دقیقه میجی بشینم تفری کنم همین دوست رفقام عادی که ما برم به سر کوچه بشینم مردم دستم بعضا باشه کسی تیر شده نتونه به می جا که بیاون میایم به می جا شیشتیم خلاص. خب تو هر روز میای بزی باغچه بری ازی چرا یک بیستی پول میدی؟ واقعیت دوست دارم بچه خوبیه. بله ارباب صاحب خیلی بینم لالا عرض پولی به من میدن. انا همینجا می اختلاط میکنن نمیفهمم چی مایا. میفهمون گیلک جو کی آدم هر روز برای تو بیستی میده. تو آدم سادی اگه آدم کسانی باشن که بیام روبرو تو راکت بفروشم تو خبر نمیشی تو فقط خبر میشم و بیستی خور از مو با خبری. بله ها. خب لالا جو میریم سر اصل مطلب. روزی که مادر تو خود تو آمادیم به این منطقه که شما گفتیم ما روپی نداریم یه خونه کلوخی باشه که ما زندگی کنیم. خب به خاطر گل روی مادر تو جوان خوبی گفتم بلکم معلوم میشدی همین خونه کاگیلی بدادم برای تو. امروز از طوری که من خبر شدم از این برابر که تو به از این باغ همه روزه میای یک بیستی برای گیلک پول میدی و نفرای به باغ میره و میایه به پیش تو. دلیل از این چیه؟ چی به زینا میفروشی تو؟ ما خوش دارم راست خو بگی کج بشی راست خو به ما بگو میفهمی؟ من تقریبا 10-12 ساله که به این منطقه ما اربابم کاری نکو که از این درختو چی بوا کنم بشونا تا دم مرد دور بزنم و بعد هم تور بولیس ولی تور معرفی کنم که بیام شونا تور بسته از اون پیش مادر تو بردارم ببرم بگو که تو به تازی باغ چی سر داری. من میفهمم که چی سر داری اما خوش دارم از زبون خود تو بشنوم. ارباب صاحب ارباب صاحب راست فقط راست شب کو گیلک جو تور نمیزنم از این من بپرسم. ارباب صاحب ها من هیچ سر ندارم باور کنیم هیچ کاری ندارم. همین آدم من میبینه من چی سر دارم به غیر از اینکه می رفیقام میای به دیدن و پس راهو میگیره میره دیگه چیزی تو از من بدیدی؟ من نمیفهمم چی که نه فکر کنم خودتو مگه دیگر رقم رفتار کنم زنجان معمولی سولی که بیام تو ارباب صاحب راست خب تو میگم بگو آدم غریبیم من یک مادر پیرزال دارم خب خبر دارم حالی فتایا تو خبر دارم مادر ما چه کار کنه میته گوشنه و توشنه کسی هم نیه بزن خرج بده. ارباب صاحب من هیچ سر باور کنیم ندارم. یعنی من ببینید شیتم اگه شما خوش نین دیگه من ببینید من باغچه تام لالا دیگه نمیایم. من مادر پیرزال دارم اگه من نباشم یک لقمه نون بزو کی پیدا میکنه خود شما خبر دارین که ما آدم غریبیم. پس اگه تو آدم غریبی چرا تریاک میفروشی؟ چرا برات روزی حلالی نمیری؟ از این سردی تو مو سرد پین مالر به خبر دارم که تو میای ببی باغ پیش تو تریاک میبرم این بیچاره را گپ میدی همه روزی یک بیستی بری از این میگی ما ارباب صاحب امولا به تلیلین یک دفعه بدیدم من چه متعمل تریاک میفروشو. ارباب صاحبی گپ ممکن نداره اصلا. ارباب صاحب من با شما میگم کی گپ نیست اصلا تو بدیدی به چشما خود چرا ازم دروغ میگی؟ ارباب صاحب ما ارباب صاحب من یک آدم غریب بدبختی ام برای نمیتونی اگر بجیام از پیش من مادر تو زندگی تو پیش منه پس امی تو بگو امی جگاه اشتراف واقعا داری هر روز از من بیستی نمیستونی تو بدیدی. ارباب صاحب باور کنین که حرکت کن یک روز نی از دو روز نی هر روز من خبر دارم که در چی رقم من اصلا من گوش کار نکردم به من میت راپور دادم خب ارباب صاحب به من باغچه گیلک همه روز 15 تا 16 نفر برات تریاک میاره. اشتباه به شما راپور دادم ارباب صاحب اصلا این گپ اشتباهه من نه گپ همین صادر باور دارم که همه روزه میایه استا چو این چینی ارباب صاحب من چی ندارم خود خو چی رقم من اصلا خبر ندارم. گیلک جو با تا باغچه هر وقت چیز میزی پیدا کردی بیاری خود خو حرکت کن من راپور دارم. ارباب صاحب شما عمر خوشکم میبرم باور کنیم من هیچ جرم جنایت ندارم. گوشکش گیلک برای تو چی میگم؟ بله خوب گوشکش از این ساعت از این دقیقه به باغ هر کس بی خبر بدون اجازه آمد خب چوب درخت وا میکنم همه تو به شوناتو بزنم که مگر تو چهار رو جای بمونه. چشم ارباب صاحب خوبه بفهمیدی؟ خوبه بی اجازه هیچ کس رو نمیدی. خوبه جلو شو